حالتون خوبه؟ خسته نباشید. امروز با یه ویدیو دیگه اومدیم و مرسی که روی این ویدیو کلیک کردی و انتظار دارم تا آخرش بمونی. ما از این ماجرا کلا 3 تا ویدیو داریم. یه دونه ویدیو که دیشبش، یعنی برای ما دیشب حساب میشه، دیشبش ما رفته بودیم و توی اون جنگل یه کلبه پیدا کردیم و دهن اون کلبه رو سرویس کردیم، یعنی اونقدر رفتیم گشتیم توشو که ویدیوش این بالا میاد، برو بهش کلیک کن. و امروز اومدیم با 2 فاز از چیزش که هر دوتاشون ویدیوهای جدا هستن. این فاز ظهرشه که ما رفتیم توش، ویدیو رو گرفتیم اینا دیدیم و یه چیز کلا عجیبی کلا در اومد. یعنی چی؟ رفتیم ما ویدیو رو گشت و گذار تو اون کلبهه که شب رفته بودیم، ظهر اومدیم که شما هم بتونید ببینید که تو اون کلبه چی بوده و چی گذشته و اومدیم که این کلبه رو تو ظهر بتونیشون بدیم که شبش یه ویدیوی ترسناکی قراره رخ بیفته. چی؟ من تصمیم گرفتم که اون شب بیام چیکار کنم؟ یک روح رو پیدا کنم با روش‌های فعلا کسی که به نظرم میشناسم سعید والکوور بود که اومدم با استفاده از روش‌های اون روح پیدا کنم برم واقعیت داره. اگه واقعیت داشت یعنی سعید والکوور هرچی که میگه راسته، اگه دروغ بود یعنی هرچی که والکوور میگه دروغه. یعنی نکن من قدرت خورشید دستمه. سلام براتون، امروز اومدیم ما خونه کلبه ای. این دفعه دیگه هر صدامون هم هستیم. اینم هست دوستان. حاجی ما در زدیم یه چی ریخت ولی نه دیگه اون در ویدیو کوتاه اون ان شاءالله برید ببینیم. برید بعد اگه ویدیو دیشب ندیدین بالا لینکش میاد، برو بزن. ویدیو دیشب یه ذره آره اونجا درش بود. راست میگه. ما دوستان الان اومدن به چی برخوردیم که دیدیم در پشتی اونجا دشویه. خب حالا بیا بریم. آقا نگیرم تو بیا جلو. شاه مکن بهر کسی اول کاظم بعدن کسی. برو کاظم. نه اون خونه نیست. برو. صدا ماشین نه شکسته نداره. بابا شما ویدی ترسید. آقا هر کی حسین چیه؟ علاقه خاصی به ما حسین ناش در شده. کارم خودش نبوده که اومد اینجا اوراق کرده. حالا روز دم پاییه. یکی داره میاد. یه بچه. حالا یه دونه مرد داره بیاد. بزن ساکت بچه است. زیر نزن تو مرد میبینی. بچه است که علی نیست که شبیه علی. بیا بریم اینجا در رو شیه بار دیگه هیدر بره. یه دشوری داره. هیدر خواهی اما دشوری من بابا درخت رفتی تو دشوری. آقا آره بیا بریم. شما بمونیم خیلی سخت میشه. دوستان کی خواهی میکنه بره اون تو؟ خدا وکیلی بهش 20 تومن میدم هرکی بره. حاجی جون ما به چند میلیارد دسته بیایم بیرون. یعنی 50 میگیرم خودم میرم تو. میدید؟ نه نداری. من 50 میرم تو. آقا سایک خورد 35 تومن میرم تو. باش برو بده. برو 35 تومن میدم. بده کیک نده بده البته. بابا الان نمیدم. اصلا الان پول نقد من میرم تو. شما بده. تو بده. من تو کونم کنم در دیگه. کازم دو تایی بده. دو تایی بده. کجا رو؟ اونا کی هم بچه بابا اونم مستم. نیزه تمام شد. اونجا یکی زندگی نکرده باشه بهت ما. بابا دشویه دیگه. بس دشویه چرا داری میری؟ خوره میشه بود چه؟ گفته نیزه تمام چی اونجا؟ دستشویه. شبیه باقه یه دیگه. دستشویه. آقا بیاین برگردیم. 100 میگیرم میرم تو. میدید؟ بابا بیا بریم. درش سایه کوچیکی چجوری یار رد میشد؟ سعید والکوور رفت دیگه، ما چرا ندید؟ یا بابا تون زنه که نه دیگه تون. بیا بریم. بده من. برو نه برو داره. دوربینو بده من. برو داره من پشتتم. برو. با کسکش اونجا اول بگیر منو میکنه که دوربینو بده.
ایدر برو ایدر برعکس‌تر کن دستشویی بابا برگرد چراغم داره حتی حاجی چراغ داره کو پریز داره ماشاءالله دست کشی کردم بذار ببینم اصلا دستشویی بابا تارن کف داره خم شو تارن کف چی بابا بذار ببین سقفو ببین ایتالیان برای بچه دیگه ویدیو رو تصویر کنیم نه بابا 3 دقیقه شده کلا چقدر؟ 3 دقیقه 1 دقیقه بگو 3 دقیقه 3 دقیقه نه بابا اینجا لعنتی اونجا هم گشت بیا بریم توش وای بابا بیا برو رو آقا کی خواهی میکنه اون کمدو باز کنه برید باز کنه اون کن بابا اینجا چستمان گرفته برو باز کن آقا اینجا شاید برای یکیه ببین درم داره کو آره واسه این برو چست باز ولی کی نیومدن چون همه چی خاک چست نیست بابا چست نیست هیولا باز کن کابینت اون یکی به خود من اینجا بگیره اول نه. بگیره آقا من در رو زدم باز نکردم باره فقط یه چیزی یه صدایی اومد چیه توش کفش یکیش پردر کنه ببین پردره اوی آه ول کن چرا قطع کردی قطع شد سعی کن مسا قطع کردی دوباره ای بنه ادامش اینجا رو بگی چیه پشم کفتره است یا گونی سوزوندن بیا بریم توش آره بیا بریم بابا توش نمیشه رفت گفله در من هیدر رو دری یه چیزی هست از اون وری یه موتور داره میاد از اون وری داره موتور هیدر منو آقا میتونی نیام بکنن برو اونجا یه در از اونجا داره یکی فلش خاموش کن فرشی دیگه نمیشه بابا فلش تو خاموش ویدیو نمیشه خاموش بابا کجا داری میری کور دادی بابا اینجا اصلا کلبه متروک است مال کسی نیست که هیدر برو اون در ببین رو درش یه چی هستش اگه باز کنی توی کلبه رو میتونی ببینی برو اونو باز کن به خودم منو بگیر اول بابا در باز میکرد این فیس هم خوبه دیگه علی میکنن نگران نباش آقا من نمیرم بیا جلو بابا تخمه نه من نمیام بادو سری باید که منم بیاین بیا بیخایه بیا دوستان این یه بیخایه بعد حالا این کسکش به من میگه تو نداری بابا من ویدیو گیرم مجبورم میام وگرنه نمیومدم اما هیدر سیگما اوه سیگما بای من دیگه نمیترسم دیگه تکرارش اما هیدر نگاه اونو میبینی رو در بس ویدیو بده من نه نمیخواد برو اونو میبینی رو در آقا اونجوری فقط من میبینم کسی نمیبینه خب نه برو ببین اول باز میشه بعد یه دوربینو بکش آره اونو بکش بیا تو بیا برو بگیر آی لوله خور نه اونم یه پرده کشیده بابا زنشو بیاییدم این سامن اینجا من نیاز دارم درش گفت کادم هیچی نیست توش نگران نباش درش گفله یه بیخوایه محلی با اینجا میدونی کلا خیلی هم مردن اینجا به خدا خیلی هم مردن تاریخ دیگه خدا حافظ نه وایسا به حالا امیدوارم این آخرین ویدیو نباشه با من خب باشه برو اون پرده رو میتونی با دستت بزنی کنی بابا زدم دیگه نه اون یکی تویه رو خدا منو بگیره بابا دیگه الان یارو میومد رو نگه بود دیگه بابا یاد شاید منتظر ما دستمون رو بریم نه شبیه ایش دست منو بخور این چیه چیز خاصی نیست برو لونه سگه لونه تخم سگه برو دستتو بکن تو پرده رو بزن به خدا کاظم میام زنتو میگم برو نه کس میگی بس بده من دور بینم نه تو برو اونو باز کن باز کردی من میدم بس تو برو باز کن من رفتم دیگه کسی تو برو باز کن من میام میگیرم آقا بیاین برگردیم اینو باز کن اما یه در چست و بچه‌ها توشو نرو چیه باز کن آقا بیا اون تویه رو بزن کنار اون تویه هیدر بزن بیا
بیا دست دیگه نمیشه که. خب دسته شروع کنم آدم توش ایشکی نیستش دیدم توش بیان این دور برش باز بیا بگریم توش هیچی نبود هیچی هست نبود یه مبل و صندلی بود توش آره فرق بود یه پشت دیدن زدم بود توش دیگه چیزی خاصی نداشت یا اصلا اگه یکی اینجا واسه ما رو نگاه میکنه یا دبه اومده نگاه میکنه اینجا کجا؟ زردم پوشیده اینه بیا یکی اونجا با تیشرت زرد واسه ما رو نگاه میکنه کی؟ توی اون خونه ببین حتی درش هم شکسته او لعنتی اون جنه میگم که چی داری نگاه میکنه از که بریم جلو ببین بیا ما کل پایه ایم من به شما از تو داریم چی میگم بریم داستان نشه آخه یکی ما رو داره نگاه میکنه میگم واسه دوربینه بده بذار یکم زوم کنم ایناش ببین یکی اونجا داره نگاه میکنه از من زومش کنم دوربینو بیار برای من خوب داره ببین هیدر برو چلو این کار که من الان کردم بکن برو هیدر چیکار کنم همون کار که من الان کردم هیدر یه بار آقا بریم اونجا یه سر بزنیم بابا اونجا دیگه خیابونه آبا خونه است اینجا خب دیگه بریم دیگه خب دیگه بریم دیگه بگم من میترسم بریم برید اونجا واسه دیگه خداحافظی کنید برید بیا این تا ویدیو بعدی خداحافظ خداحافظ